أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در باب صبر، یعنی که در کتاب باغ نیکوکارانش در سومین باب از بابهای کتاب باغ نیکوکاران که باب صبر می باشد، در زیر حدیث 20 که حدیث 44 از کتاب ریاض الصالحین می باشد می گوید: و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: کان ابن لابی طلحه رضی الله عنه یشتکی. میگوید که ابو طلحه رضی الله عنه پسری داشت، یشتکی یعنی بیمار بود. آن پسرش، پسر ابو طلحه بیمار بود. فخرج ابو طلحه، پس ابو طلحه رضی الله عنه میگوید از خانهش برآمد، برای روزگار و زندگی از خانهش برآمد. فقبض الصبی، پس میگه اون کودکش که بیمار بود، آن کودکش وفات کرد، اون کودک وفات کرد. فلما رجع ابو طلحه قال، پس زمانی که بازگشت ابو طلحه به خانهش، قال، ابو طلحه رضی الله عنه گفت، یعنی همسرش را پرسید که ما فعل ابنی، یعنی چی شده است فرزندم، چی طور شد فرزندم، یعنی از حال فرزند بیمارش از همسرش پرسان شد. قالت، پس همسرش گفت، ام سلیمین، همسرش ام سلیم است. ام سلیم راوی همین حدیث است، یعنی که مادر انس رضی الله عنه است. پس ام سلیم راوی حدیث و هی ام سبی، و همچنین همین ام سلیم همسر ابو طلحه مادر کودک هم هست، یعنی که راوی حدیث اکی برادر بزرگی اون کودکی که وفات کردگی هست برادر بزرگش می باشد، انس رضی الله عنه. اما پدراشون جدا بود و مادراشون یک بود. و هی ام سبی، همین ام سلیم یعنی مادر انس همچنین مادر همون کودکی وفات کردگی هم بود. پس در سوالی ابو طلحه که پسرم چی طور شده است، گفت که هو اسکن مکان، یعنی اون حال آرامتر است از آن که بود، از آن که بود آرامتر است، یعنی که بیمار بود، حالش ناخوب بود، حالا بهتر و آرامتر می باشد. این را در اسلام میگویند توریه. توریه چی است؟ توریه انسان یک سخن را میگوید، مقصدش دیگر چیز است، شنونده دیگر چیز میفهمد. این را میگویند توریه. در حالتهای ضروری توریه جایز می باشد. توریه در حالتهای ضروری جایز و درست می باشد. پس ام سلیم این زن قهرمان در این سخنش توریه کرد، یعنی گفت هو اسکن و مکان، یعنی اون گفت آرامتر است از آن که بود. پس فقربت الیه العشاء فتعشى، پس میگه نزدیک کرد، یعنی زود آماده کرد برای ابو طلحه العشاء، خوراکی شام را، خوراکی بیگانی را آماده کرد و فتعشى، ابو طلحه رضی الله عنه خوراک شام را تناول کرد. ثم اصاب منها، بعد از تناول کردن اون طعام، اصاب منها یعنی نزدیکی کرد ابو طلحه با ام سلیم، با همسرش، یعنی همخوابگی کردن، یعنی که با یکدیگر زن و شوهر همخوابگی کردن. فلما فرغ قالت، پس زمانی که فارغ شد، خلاص کردن همخوابگی را، بعد از هم بستری شدن، قالت، ام سلیم گفت، این زن قهرمان، این زن صبور گفت که وارو صبیه، گفت یعنی که
کودک وفات کردگی هست، اون بیمار، کودکی که بیمار بود وفات کردگی هست، پس وارو سبیه، برید اون کودک رو دفنش بکنید. بعد از ببینید صبر رو ببینید، اصلا بین پدر و مادر برای فرزند زیادتر غم میخوردگی کی است؟ مادر هست، چطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در حدیث بیان میکند. پس مادر با آن غمخوریش، صبری که داشت وقتی فرزندش وفات کرد، وقتی که ابو طلحه به خانه آمد، برای ابو طلحه آماده طعام کرد و برای ابو طلحه همچنین خدمت شبانه کرد، هم خوابگی کردن هم بستری کردن. بعد از این گفت که وارو صبیه، یعنی که کودک وفات کردگی هست، برده گورش بکنید. فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبره. پس زمانی که شب روز شد، ابو طلحه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و فاخبره، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خبر داد از این حادثه، از این کار. یعنی بسیار ناراحت شد، بسیار ضیق شد، یعنی که همسرش این کارکی کرد. ابو طلحه بسیار ضیق و ناراحت نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و این حادثه را برای پیغمبر نقل کرد. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو طلحه را پرسید که اعرضتم اللیلة، یعنی که آیا شما آمیزش کردید امشب، یعنی همخوابگی کردید امشب؟ قال نعم، ابو طلحه گفت بله. قال اللهم بارک لهما، پس میگه دعا کرد که ای الله برکت بده از برای این دو شخصیت، یعنی ابو طلحه با ام سلیم، ای الله گفت به اینها برکت بده. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعای برکت کرد در حق ابو طلحه و همسرش. فولدت غلاما، پس میگه از همون همخوابگی که همون شب انجام داده بودن تولد کرد، میگه ام سلیم پسرچه را، پسرچه به دنیا آورد بعد از گذشتن زمان. فقال لی ابو طلحه، پس میگه گفت برای من ابو طلحه. اکنون سخن را کی گفته ایستاده است؟ راوی حدیث انس رضی الله عنه. چطور گفتیم که انس رضی الله عنه پسرندری ابو طلحه می باشد، یعنی که ام سلیم پسرش می باشد. پس میگه که ابو طلحه برای من گفت، راوی حدیث انس رضی الله عنه میگه که ابو طلحه برای من گفت که احمله حتی تأتی به النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی گفت کودک رو بگیر ببر، گفت نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون کودک نوزاد رو گفت بگیر به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببر. و بعث معه بتمرات، یعنی فرستاده بود همراه اون کودک چند دانه خرمای را. ابو طلحه همچنین میگه همراه اون نوزاد چند دانه خرمای را داد به دست انس رضی الله عنه و نزد پیغمبر فرستاد. فقال، وقتی که انس رضی الله عنه اون کودک نوزاد رو نزد پیغمبر برد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شد که امعه شیء، یعنی آیا همراهش چیزی هست؟ یعنی که عادت بود در اون زمان وقتی که کودک تولد میشد مردم مدینه کودکشان را با چند دانه خرما نزد پیغمبر روان میکردن. برای چی روان میکردن؟ برای تحنیک. تحنیک چی است؟ تحنیک یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دانه خرما را میگیرد در دهنش و میجود اون را بعد از کمی خایدن با آب دهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دانه خرما همراه می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون خرما را، خرمای جویدگی، خرمای خایدگی را گرفته در کام کودک می شکد. این را میگویند تحنیک. و به قصد تبرک با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با آب دهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام میدادند که این خاصی، این تبرک جستن با آب دهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به عرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خاصی رسول الله می باشد. امروز کسی نمیتواند که
این کار رو تبرک گفته پیش یک عالم، یک شیخ، یک داملا، یک حضرت برده این کار رو بکند، این حرام و ناجایز می باشد. این تبرک جستن با آب دهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا تبرک جستن با عرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جایز و درست است، جایز و درست بود که اصحاب رضی الله عنهم این کار رو میکردن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که امعه شیء، یعنی آیا همراه این کودک چیزی هست؟ قال نعم. انس گفت که بله، تمراتون، گفت چند دانه خرمای می باشد. فاخذها النبی صلی الله علیه و سلم فمضغها، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دانه های خرما رو گرفت و فمضغها، پس اون رو جوید، اون رو خواید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون رو خواید و ثم اخذها من فیه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت آن خرمای خایدگی رو از دهنش، فجعلها فی الصبی، پس گذاشت میگه در دهان کودک. ثم حنکه، بعد اون را تحنیک کرد. تحنیک گفته مالیدنی آن خرمای خایدگی به کام کودک، به کام کودک مالیدن و شکیدنش را میگن تحنیک. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اون خرمای خایدگی را به کام کودک شکید. و سماه عبدالله، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کودک را نامش را ماند عبدالله، این کودک نامش عبدالله ماند. پس در اینجا اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحنیک کرد، یعنی کودک را با اون خرما تحنیک کرد، یعنی با کامش مالید. به خاطر چی این کار رو میکردن؟ و دو سبب داشت. یکمش تبرک جستن با آب دهان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این کار رو پیغمبر بکند، و دویمش خرما برای معده بسیار مفید می باشد، بسیار مفید می باشد که اولین چیز به معده کودک برود این مزه خرما باشد، بسیار مفید می باشد. پس از این حساب این کار را می کردن. این عمل بسیار عمل خوب است و بسیار عمل پسندیده است اگر انسان در زندگیش جاری بگرداند این عمل را. اولا. و دوم، نام اون کودک را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ماند، نامش را عبدالله ماند. چطوره که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث که امام مسلم اون حدیث را روایت میکند میگوید که این احب اسمائکم الی الله عبدالله و عبدالرحمن، یعنی محبوب ترین و دوست داشته ترین نام ها در نزد الله جل جلاله عبدالله و عبدالرحمن می باشد. بهترین نام هایی که شما ای مردم نامگذاری می کنید این نام عبدالله و عبدالرحمن می باشد که پس شما فرزندانتون را عبدالله یا عبدالرحمن نامگذاری بکنید. و در این مورد بعضی از حدیث های، بعضی از قولای هم مشهور است که وقتی که انسان نامش را، نام فرزندش را میماند، یکی از معناهای حمد میگویند در او باشد، یا در اول نامش عبد باشد، یعنی عبدالله، عبدالرحمن، عبدالغفار، خلاصه در اول نامش عبد باشد، اینها میگویند نام پسندیده می باشد. در این مورد ما یگان حدیث نداریم، یعنی که یک انسان نامش، بعضی میگویند که پسندیده ترین نام این حامد و محمود و خلاصه از کلمه حمد گرفتگی باشد، این نام ها باشد. یا که مثلا نامی باشد که در اولش عبد باشد، بعد از عبد یک کلمه دیگر مثلا عبدالله، عبدالرحمن، عبدالغفار، مثلا این طور باشد. بعضی میگن که این بهترین است و در این مورد ما یگان حدیثی معتمد نداریم. این قول بسیار قول مشهور است، اما قول بی اساس و بی اصل می باشد. چنانه که اسماعیل ابن محمد العجلونی کتاب دارد، نام کتابش کشف الخفا و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنة الناس، یعنی که در همین کتابش این بزرگوار اسماعیل ابن محمد العجلونی می آورد که این سخنها اساس ندارد که نامها را وقتی که ما میگذاریم در اولش عبد باشد محبوب ترین نامها است. این طور نیست، میگه فقط
حدیث داریم که عبدالله و عبدالرحمن محبوب ترین نام ها در نزد الله جل جلاله است. در غیر این دیگر نام خوب است ماندنش، اما حدیث دربارش نداریم که افضل ترین نام ها باشد. مثلا نام حامد ماندن، نام محمود ماندن، این نام ها را ماندن خوب است، اما برای افضلیتش یگان دلیل ما نداریم. و همچنین حدیث دیگری داریم که ابو داود این حدیث را روایت کرده است، امام احمد هم همچنین روایت میکند و امام بخاری در کتاب الادب المفردش همچنین این قول را میارد. میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و احب الاسماء الی الله عز وجل عبدالله و عبدالرحمن و اصدقها حارث و حمام. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که محبوب ترین نام ها در نزد الله جل جلاله عبدالله و عبدالرحمن می باشد و اصدقها، یعنی که راستترین نام ها حارث و حمام می باشد. نام حارث و نام حمام بگیم راستترینشان می باشد. پس حارث معناش چی است؟ حارث یعنی که کشاورز. حارث کشاورز، یا که هر کسی، حارث به هر کسی گفته می شود که اون کار میکند، انسان کار کننده را، هر کسی که کار میکند اون را معناش یعنی حارث. پس اصدقها است، یعنی راست ترین نام است، یعنی که هر انسان کار کننده است. و حمام یعنی که تصمیم گیرنده، قصد کننده، تصمیم گیرنده و قصد کننده را میگویند که حمام. پس هر یک انسان قصد کننده هست، تصمیم گیرنده هست، نیت کننده هست. پس پیغمبر گفت که و اصدقها حارث و حمام، یعنی که راستترینشان، راستترین نامها نام حارث و حمام می باشد که هر یک انسان قصد کننده و هر یک انسان کار کننده و اراده کننده می باشد. چطوری که الله در سوره انشقاق آیت 6 می فرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یعنی ای انسان هر آینه تو تلاش کننده و اراده کننده و رنج برنده و مهنت کننده هستی و تلاشگر به سوی پروردگارت هستی که کدحا فملاقیه، پس تو جد و جهد میکنی، سعی و کوشش میکنی، فملاقیه، پس تو با پروردگارت ملاقات میکنی، پس تو با پروردگارت ملاقات خواهی کرد. پس الله در این آیت میگوید انسان همه وقت تلاش کننده و زحمتکش و رنجبر و کوشش کننده است تا زمانی که با پروردگارش ملاقات میکند. پس نام حمام ماندن یا نام حارث ماندن راستترین نام برای صاحبش برای چی است؟ به خاطر آنه که اون کوشش کننده و کار کننده و نیت کننده و قصد کننده می باشد. پس در اینجا جای مورد ذکر است که بیان کنیم نامهای کافرها را ماندن این حرام و ناجایز می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می گوید که و من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی کسی که خودش را مانند بکند به کافران پس اون از جمله کافران می باشد. یعنی که انسانی که خودش را به کافر مانند میکند پس اون از جمله همونها می باشد. یعنی حرام است که انسان چی در رفتارش، چی در گفتارش، چی در کردارش، چی در نامش، حتی در نامش خودش را به کافر مانند بکند، نام کافری را بگیرد و برای خودش بگذارد، بلکه انسان بدبیننده کافر باشد. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث ما و شما مسلمانان رو امر میکند که اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب، یعنی که یهود و نصرانی ها را از جزیره عرب بیرونشان بکنید. از جزیره عرب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که بیرونشان بکنید. پس یعنی که از روی بدبینی نسبت به این خبیث ها می باشد. یا که در حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکند، حدیث امام مسلم است، میگوید که لاخرجن الیهود و النصارى من جزیره العرب حتی لا ادع الا مسلما، حتما بیرون میکنم یهود و نصارا را، یعنی کافرها را بیرون میکنم میگوید از جزیره عرب، حتی نمیگذارم مگر یک مسلمان را، فقط یک مسلمان را میگوید میگذارم. یعنی که بدبینی
و امکان شد بیرون کردنی کافران و مشرکان از جزیره العرب عمل پسندیده و شایسته می باشد که در حدیث دیگری که امام بخاری و مسلم روایتش میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اخرج المشرکین من جزیره العرب، از جزیره عرب مشرکان را بیرون بکنید. یعنی که باید انسان این بدبینی نسبت به کافران را در دلش داشته باشد، نباید که اون کافران خودشان را مانند بکند، یا که حتی انسان وقتی که با کافر روبرو می شود نباید که با اون انسان اول دست دراز بکند برای سلام کردن، یعنی برای تحقیر کردن اون کافر، برای پس دانستن اون کافر و برای ناچیز دانستن اون کافر نباید انسان اول دست دراز بکند برای سلام کردن به سوی کافر، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث امام مسلم میگوید که لا تبدأ الیهود و النصارى بالسلام، یعنی شروع نکنید شما با یهود و نصارا با سلام کردن شما ای مسلمان ها با یهود و نصرانی ها شروع نکنید، ابتدا کننده شما نباشید. و اذا لقیتموهم فی الطریق، هنگامی که میگوید شما اونها را در طریق در راه دیدید، در راهی که اونها را دیدید، فلتروهم الی اضیقه، پس اونها را بگم ناچار به تنگی راه تیله بدهید. وقتی که شما در راه اونها را دیدید یعنی برای اونها راه نکشید، بلکه اونها را کار کنید که از راه بیرون شود، به راهی تنگ، به راهی از راه بیرونشان بکنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این چیز ما و شما را امر میکند که باید ما با کافران این طور باشیم، ولی نامگذاری با نام اونها، مانند کردن با نام اونها اصول استاد، نباید انسان اول دست دراز کند به کافر برای سلام کردن، شروع بکند سلام کردن اول به کافر را مسلمان نباید این کار را انجام بدهد. بعد این بود حدیثی 44 از کتاب ریاض الصالحین. در دوام این ثم میگه که ثم حنکه و سماه عبدالله، یعنی بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهنیک کرد اون کودک را و نامش را عبدالله ماند. این حدیث میگه حدیث متفق علیه است. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردگی است. امام بخاری در زیر رقم 5470 در کتاب صحیح بخاری میارد و امام مسلم در زیر رقم 5613 در کتاب صحیح مسلم این حدیث را آورده است و امام احمد هم این حدیث را روایت کرده است در زیر رقم 12028 در مسند امام احمد ابن حنبل. بعد از این میگه و فی روایت للبخاری، در یک روایت دیگری در بخاری آمدگی است که قال ابن عیینه، ابن عیینه گفته است که فقال رجل من الانصاری، پس مردی انصاری گفت فرأیت 9 اولاد، پس میگوید که دیدم 9 فرزند را کلهم قد قرأوا القرآن، همه‌شان قاری قرآن بودند، یعنی من اولاد عبدالله المولودی، یعنی که از فرزندان عبدالله همین کسی که تولد شدگی بود، یعنی که همین کودکی که نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم برده بودند، همین میگه 9 تا پسر به دنیا آورد از فرزندان همین عبدالله، 9 تا بودند، 9 تاشونم قاری قرآن بودن میگه، یعنی که با برکتی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و فی روایت لمسلمین، و در یک روایتی در مسلم آمدگی است، این حدیثی که حالا پیشتر بیان کردیم و فی روایت البخاری که ابن عیینه میگوید، این در بخاری حدیث 2301 می باشد. بعد از این میگوید و فی روایت لمسلمین، در یک روایت دیگر در امام مسلم آمدگی است در زیر رقم 2322 و امام مسلم و امام احمد هم این حدیث را همچنین در کتاب مسندش میارد 13026 میگد که ما تبن لابی طلحه من ام سلیمین، یعنی وفات کرد. همین قصه را باز بیان میکند از اولش، میگوید که وفات کرد ابو طلحه را فرزندش که از ام سلیم بود، همون فرزندی که
از سلیم تولد شدگی بود، از ابو طلحه، همون میگه وفات کرد. فقالت لاهلها، پس سلیم میگه خانوادهشون رو گفت، یعنی اهل بیت رو هم را آگاه کرد که لا تحدثوا ابا طلحه بابنه حتی اکون انا احدثه. گفت سخن نگوید با ابو طلحه در موضوع پسرش، یعنی پسرش کودکش وفات کی کرده بود، گفت درباره اون فرزندی وفات کردهش گفت با ابو طلحه سخن نگوید حتی اکون انا احدثه، تا اینکه گفت من برایش بگویم، تا اینکه من خبرش بکنم. فجاء، پس میگه ابو طلحه آمد. فقربت الیه عشاء، پس میگه آماده کرد و پیشکش کرد برای ابو طلحه میگه سلیم خوراکی بیگانی را. فاکل و شرب، پس میگه خورد ابو طلحه از اون خوراکی بیگانی و شرب، از نوشاکی هایی که براش آماده کردگی بود از اون نوشاکی ها میگه خورد. ثم صنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك، بعد میگه آماده ساخت، یعنی سلیم خودش آماده کرد، خودش آرایش کرد، خودش زیب و زینت داد برای ابو طلحه. احسن ما كان تصنع قبل ذلك، زیباتر و خوبتر از آنی که پیشتر انجام میداد برای ابو طلحه، یعنی که هر زنی که برای شوهرش خودش را زیبا و خودش را آرایش میکند، همین طور میگوید سلیم نظر به روزهای گذشته امروز میگه خودش زیباتر و آرایش خوبتر و زیباتر کرد. فوقع بها، پس میگه ابو طلحه همخوابگی کرد با سلیم. فلما ان رأت انه قد شبع، پس زمانی که میگه دید سلیم دید که انه قد شبع، هر آینه ابو طلحه سیر شده از شکمش سیر شد. و اصاب منها، یعنی با سلیم هم خوابگی کرده است. و قالت، پس میگه سلیم گفت یا ابا طلحه، گفت ای ابو طلحه، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اهل بیت فطلبوا عاریتهم الهم ام یمنعوهم. ببین این زنی زیرک و این زنی دانا، پس میگوید گفت که ارأیت لو ان قوما، گفت ای ابو طلحه، گفت چی فکر داری درباره قومی که اعاروا عاریتهم، یعنی که به امانت گذاشتگی هستند، امانتشون رو اهل بیتی در نزد شخصای، در نزد کسان امانت گذاشتگی هستند. فطلبوا عاریتهم، پس میگه همون قومی که در نزد خانه، در خانه عاریت گذاشتگی بودن، امانت گذاشتگی بودن، پس خواستن امانتشون را. الهم ام یمنعوهم، آیا اون صاحب خانه، اون امانت دار حق دارد که ندیهد اون امانت را؟ قال لا، ابو طلحه گفت که نه، یعنی امانت که باشد، صاحب امانت وقتی امانت چه طلب میکند باید داده شود. فقالت، پس میگوید سلیم گفت که فاحتسب ابنک، یعنی صبر کن، از الله جل جلاله ثواب بخواه به خاطر وفات فرزندت. فاحتسب ابنک یعنی صبر بکن و در مقابل صبرت ثواب بخواه برای فرزندت. گفت یعنی فرزندت وفات کردگی است. قال، پس راوی حدیث میگوید که فغضب، یعنی که ابو طلحه غضب کرد. ثم قال، پس ابو طلحه گفت که ترکتنی حتی اذا تلتخت ثم اخبرتنی بابنی، گفت که گذاشتی من را، یعنی که همسرش را خطاب کرد، گفت ای سلیم گذاشتی من را حتی اذا تلتخت، تا اینکه آلوده شدم. تلتخت یعنی تلتخ یتلتخ به معنای تقذر یتقذر، یعنی که آلوده شدم با جماع کردن، که بعد از همخوابگی کردن با همسرش. پس سلیم این گپ را برای شوهرش گفته بود. پس میگه گفت که حتی اذا تلتخت، یعنی که من آلوده شدم. ثم اخبرتنی بابنی، بعد از آلوده شدنم خبرم میکنی به وفات کردن فرزندم. فانطلق حتی اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبر بما کان، پس میگه برآمد ابو طلحه
تا اینکه آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبره بما کان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو خبر داد به واقعه‌ای که شده است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که بارک الله فی لیلتکما، یعنی الله سبحانه و تعالی برکت بدهد در اون شب شما. قال فحملت، راوی میگوید پس باردار شد ام سلیم، همسر ابو طلحه ام سلیم میگوید که باردار شد، یعنی که حامله دار شد. قال و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر و هی معه. پس راوی میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر بودند و هی معه، و همین ام سلیم همراه ابو طلحه همه یک جا در سفر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه حال رسول الله صلی الله علیه و سلم همین بود که اذا اتى المدینه من سفرین، هنگامی که می آمد به مدینه از سفر بر میگشت به سوی مدینه، لا یطرقها طروقا، پس میگه شبانگاه به مدینه نمی در آمد. طرق یطرقو، طروق آدمی را میگویند که به یک جا در شب می آید، مهمان شب را میگویند طارق. مهمان شب کسی که در شب به یک جا می رود، این انسان را میگویند طارق. میگه لا یطرقه طروقا، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمی در آمد در مدینه شبانگاه، یعنی در شب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مدینه نمی در آمد یا به نزد همسرانش پیغمبر صلی الله علیه وسلم شبانگاه نمی آمد. چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم این کار را نمی کرد؟ به خاطر آنه که لئلا یرا من اهله ما قد یکرهه، یعنی که تا اینکه نبیند از در خاندانش چیزی را که خوشش نمی آید. یعنی وقتی که همسر بگیم صاحب خانه که نباشد، همسران پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاید به دیگر کارها مشغول و به این چیزها، یگان چیزهای ناخوب در اون خانه هست یا خانه خوب آماده شدگی نیست، خانه تیار شدگی که نیست، از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شبانگاه نمی آمد تا اینکه چیزی ناخوبی را نبیند. فدنوا من المدینه، پس میگه از اون سفر اینها نزدیک شدن به مدینه. فضربها المخاض، پس میگه این زن دردی تولد گرفت، یعنی این زن حامله بود، یعنی ام سلیم حامله دار بود در این سفر با پیغمبر صلی الله علیه وسلم، با هم سرش ابو طلحه یک جایی که بودن. فضربها المخاض، پس این زن دردی تولد کردن، دردی کودکش گرفت. میگه فاحتبس علیها ابو طلحه، پس ماند میگه در نزد این زن ابو طلحه، این ابو طلحه شوهرش بود ام سلیم، با ام سلیم میگه یک جا ابو طلحه ماندن. و انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم سفرشون رو دوام دادن. یعنی چی؟ یعنی که آن روز در حالت سفر که بودن به مدینه نزدیک شدگی بودن و اگر میستادن با ام سلیم، یعنی که شب میشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب در مدینه در آمدن را خوش نمی داشت و در شب به مدینه نمی در آمد. از این حساب شب نشود، گفته رسول الله با اصحاب سفرشون را دوام دادن تا اینکه بر روشنی در مدینه در حالت روشنایی در روز در مدینه بدرایند و ام سلیم را دردی کودکی گرفت. ابو طلحه با ام سلیم ماند. میگه و انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله سفرش را به سوی مدینه دوام داد. قال، راوی میگوید یقول ابو طلحه، ابو طلحه میگوید که این نکن دعا میکند به سوی الله جل جلاله، مناجات میکند، میگوید که انک لتعلم یا ربی انه قد یعجبنی ان اخرج مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرج. میگوید که ای الله تو میدانی که من یعجبنی، یعنی لذت میبرم، من بسیار خوشحال میشوم، برای من پسند است که ان اخرج مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا برآمدن برام بسیار لذت بخش می باشد.
اذا خرج، هر گاهی که رسول الله می براید همراهش ببرم، برام بسیار لذت بخش است. و ادخل معه اذا دخل، هر گاهی که در آمد همراهش بدرایم، ای الله برام بسیار لذت بخش است. و قد احتبست بها بما ترى، میگه گفت که و قد احتبست بما ترى، گفت ای الله واقعا میبینی که من ماندم، مشغول شدم به چیزی که میبینی تو ای الله جل جلاله. تقول ام سلیمین، پس بعد از این سخن را گفتن، یعنی که این سخن همچنین کراماتی ابو طلحه را بیان میکند. ابو طلحه رضی الله عنه کرامات داشت که ببین وقتی که مناجات به سوی الله جل جلاله میکند، الله سبحانه و تعالی دعایش را زود قبول میکند. تقول ام سلیمین، پس ام سلیم میگوید که یا ابا طلحه ما اجد الذی كنت اجد، میگه که ای ابو طلحه حالا حس نکرده ایستادم آن چیزی که حس میکردم، یعنی اون دردی که پیشتر داشتم حالا دیگر اون درد رو ندارم. انطلق، یعنی بیا روان شویم، بیا سفرمونه با رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام بدهیم. فانطلقنا، پس میگم ما یک جا با رسول الله صلی الله علیه وسلم سفرمون را دوام دادیم. و ضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، باز میگه دردی تولد، دردی کودک گرفت، میگه ام سلیم را حین قدم، وقتی که در مدینه رسیدن، وقتی در مدینه رسیدن باز دردی کودک گرفت ام سلیم را. فولدت غلاما، ام سلیم پسرچه را به دنیا آورد. فقالت لی امی، پس راوی حدیث، یعنی که راوی حدیث چطور گفتیم که انس رضی الله عنه است، یعنی که پسری این قهرمانی این حدیثمون هست، یعنی که ام سلیم را پسرش می باشد. فقالت لی امی، پس میگه گفت برای من مادرم، یا انسو، ای انس، لا یرضعه احد، یعنی گفت این کودک را شیر نمیدهد کسی، حتی تغدو به علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا اینکه گفت صبحگاه بیبری گفت این کودک را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی این کودک را یگان چیز نمیدهیم، این کودک را شیر نمیدهیم تا اینکه گفت صبح سحر این کودک را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ببری. فلما اصبح، پس راوی حدیث انس رضی الله عنه میگوید پس زمانی که صبح شد، شب روز که شد، احتملته، پس میگه من برداشتم کودک را و فانطلقت به الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه این کودک را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردم، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این کودک را بردم و ذکر تمام الحدیث، بعد باقی مانده حدیث را بیان کرد، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کودک را تحنیک کرد، اون کودک را خرما را به کامش مالید و نام کودک را عبدالله گذاشت، یعنی که دوام حدیث رو میگه بیان کرد. پس این بود روایت دیگری از این قصه. و این حدیث چندین فایده ها دارد. یکی از فایده هاش تسلیه گفتن در مصائب و مصیبت ها هست. در مصیبت یک انسان با مصیبت گرفتار می شود، اون انسان را تسلیت گفتن. و همچنین این حدیث دلالت می کند به زینت دادن زن خودش را برای شوهرش، یعنی زن خودش را برای شوهرش زینت بدهد، برای شوهرش زیبا بکند، برای شوهرش خودش را آماده بکند. و تعرضها لطلب الجماع منه، و همچنین این حدیث دلالت میکند برای پیشکش کردن، برای طلب کردن زن همخوابگی رو از شوهرش. میتواند زن از شوهرش همخوابگی طلب بکند، اگر که خواست میتواند از شوهرش طلب بکند، چطوری که ام سلیم رضی الله عنها خودش را آماده کرد و از ابو طلحه این درخواست را کرد و اون شب این عمل را انجام دادن. و اجتهادها فی عمل مصالحه، و میتواند زن اجتهاد بکند در کارهایی که به فایده اش است، چطوری که میبینیم
سلیم این کار رو انجام داد که اجتهاد کرد و یعنی که وفات فرزندش را پنهان کرد از شوهرش و شوهرش برای شوهرش طعام آماده کرد و خودش را آماده کرد و بعد از سیر شدنی شکم ابو طلحه و بعد از سیر شدن شهوانی ابو طلحه بعد براش خبر رسانید که صبر و تحمل کرد که باب ما و شما همچنین باب صبر است و دلیلم برای همین است که صبر کردن چه اجر و پاداشی دارد و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همچنین در حق این کودک قبول شد، در حق این کودک قبول شد که این عبدالله صاحب 9 پسر شد و 9 پسرش حافظ قرآن گشتند. و همچنین حدیث گفتن دلالت میکند بر اینه که تبرک جستن و تبرک گرفتن با آب دهان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و با اون عرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چطوری که اصحاب رضی الله عنهم صبحگاه میخستن در دست کودکاشان در ظرف آب میدادن تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش رو در اون آب بزند، دستش رو بشوید، بعد اون آب رو میگرفتن از اون تبرک میجستن. این جایز و درست است، تبرک جستن با آب باقی مانده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همچنین همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ام سلمه رضی الله عنه میگن که یک صندوقچه داشت، در اون صندوقچه چند تار موی سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در اون صندوقچه میگوید چند تار موی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نگاه می‌داشتند و هر کسی که بیمار میشد یک ظرف آب رو میگرفتن و اون ظرف رو می آوردن نزد ام سلمه رضی الله عنها و ام سلمه اون موی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل اون آب میزد، در داخل اون آب میگذاشت و به سبب اون بیمار میگه شفا میافت و اون بیمار اون آب رو میخورد یا که اون آب رو استفاده که میبرد اون شفا میافت. یعنی که این عمل، یعنی تبرک جستن به چیزهای از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخصوصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که تبرک جستن به اونها جایز و درست است. اما حالا چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمانی که ما و شما قرار داریم، چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی گذاشتگی نیست، یعنی چیزی موندگی نیست. هر چیزی که میگن این موی سر پیغمبر است یا که این طبق پیغمبر است و این فلان چیزی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است میگوین، این دروغ است. یگان چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی نمونده است، یعنی که الله سبحانه و تعالی اونها را همه را نابود کرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که این بعدینها به شرک به خرافات ها گرفتار نشوند. الله سبحانه و تعالی بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مدت بعد همه چیزهای باقی مانده از رسول الله صلی الله علیه و سلم را از بین برد. و چطوری که ما و شما میدونیم بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی با ابوبکر صدیق یا با حضرت عمر یا که با چیزهای با مویسر حضرت ابوبکر و عمر یا که با آبی دست حضرت ابوبکر و عمر یا که با چیزی باقی مانده از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما تبرک جستگی نیستند. پس این دلیل است که تبرک جستن فقط با آب دهان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با عرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم که با آن چیزی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماندگی بود با اون جایز بود و درست هست. بس از غیر پیغمبر دیگر هیچ کسی با چیزی کسی دیگر تبرک جستن جایز و درست نمی باشد. کتاب داریم با نام التوسل انواعه و احکامه. در این کتاب شیخ البانی رحمه الله در این موضوع بسیار زیبا بیان کردگی است انواع توسل را و انواع و احکام توسل گرفتن را. پس این بود حدیث 20 از باب صبر و حدیث 44 از کتاب ریاض الصالحین. با همین این حدیث به آخر رسید. بعد از این
میگذاریم به حدیث 21 از باب صبر و حدیث 45 از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 45 از کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لیس الشدید بالسرعتی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لیس الشدید، یعنی که پهلوانی نمی باشد بالسرعتی، بالسرعه یعنی که به دیگرها را غلطاندن، یعنی که پهلوانی با گوشتین گرفتن نیست که دیگرها را تو بغلطانی، دیگرها را تو مغلوب بگردانی و غالب بگردی. این را گفت پهلوانی و نیرومندی و قواداری و قهرمانی نمیگویند. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، هر آینه پهلوان و قهرمان و نیرومند و با قوت کسی است که یملک نفسه، یعنی که تسلط دارد، کنترل کرده میتواند، نگاه داشته میتواند خودش را در وقت غضب، هنگامی که غضب آلود میشود، هنگامی که غضبش بلند میشود خودش را نگاه داشته میتواند، پس این انسان را میگویند پهلوان، پس این انسان را میگویند قهرمان، پس این انسان را میگویند دلیر و این انسان را میگویند پرقوت که خودش را در مقابل غضب کنترل کرده بتواند، خودش را نگاه کرده بتواند، که این حدیث متفق علیه می باشد. امام بخاری رحمه الله این حدیث را در صحیح بخاری می آورد در زیر رقم 6114 و امام مسلم هم همچنین این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 6643 و امام احمد هم همچنین این حدیث را در مسندش می آورد حدیث 7219. پس این حدیث دلالت میکند که صبر و تحمل داشتن و کنترل کردن غضب و نگاه داشتن غضب چقدر فضیلت و بزرگی داشته است که قهرمانی با همین می شود. یعنی که انسان میخواد قهرمان شود در دین و قهرمان بشود، پس باید کنترل بکند، نگاه بدارد غضبش را، چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید در حالت غضب حتی حاکم، حتی قاضی در حالتی که حکم کردنی می شود غضب آلود می شود نباید حکم بکند. چرا؟ زیرا که از روی غضب انسان شاید حکم میکند بعدتر پشیمان می شود، یا که انسان وقتی غضب آلود می شود چه ضررها به سر خودش می آورد، چه ضرر در مالش می آورد، در بدنش می آورد. یا که انسان غضب آلود می شود یک کس را می زند تا مردنش، یا فرزندش را می زند سیاه و کبود می کند، یا انسان غضب آلود می شود فرزندش را یا همسرش را می زند سیاه و کبود می کند و خودش را کنترل کرده نمی تواند. بعد از این کار گذشته وقتی غضبش پایان می شود، بعد از کاری کردگیش پشیمان می شود که دیگر هیچ فایده ندارد. یا انسان در حالت غضب ضرر به مالش می آورد، می زند یک چیز را میش کند و یک چیز را می زند از کار ناشایمش می کند و بعد دیگر پشیمان می شود، دیگر فایده براش ندارد. از این حساب است که انسانی که در حالت غضب خودش را می تواند کنترل بکند، پس این انسان انا همون قهرمان و پهلوانی واقعی می باشد. میگه و سرعتو، سرعه معناش چی است؟ میگه بالضم صادی و فتح الرائی، یعنی حرفی صاد رو ضمه کن از سو و را رو همچنین فتحه بکن، سرعه. و سرعتو، و سرعه معناش چی است؟ میگه و اصله عند العربی من یسرع الناس کثیرا، اصلش میگه در نزد عرب معناش همین است که کسی که میغلطاند مردم رو بسیار، کسی که مردم رو بسیار میغلطاند همین رو میگویند از سرعه، یعنی که پهلوان، یعنی گوشتینگیر، انسانی که دیگرها را
در گشتین مغلوب میگرداند و خودش غالب میشد. پس پهلوان واقعی همون کسی است که غضب خود را میتواند نگه بدارد و کنترل بکند. پس این بود حدیث 21 از سومین باب کتاب ریاض الصالحین، باب صبر، و حدیث 45 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 22 از باب صبر را میارد و حدیث 46 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 46 میگوید و عن سلیمان بن سرد رضی الله عنه قال، یعنی که از سلیمان ابن سرد رضی الله عنه روایت است که گفت کنت جالسا مع النبی صلی الله علیه و سلم، میگوید که نشسته بودم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رجلان یستبانی، میگه همچنین دو مرد، در حالی که میگه دو مرد یستبانی یکدیگر را دشنام و حقارت میکردن. همراه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نشسته بودیم، از ما دورترک میگه در نزد ما قریبی ما دا میگه دو نفر یکدیگر رو دشنام میکردن. و احدهما قد احمر وجهه، و یکی از همون دو مردی دشنام کننده میگه رویش سرخ شدگی بود، رویش سرخ شدگی بود. و انتفخت ادواجه، میگه باد کردگی بود، ورم کردگی بود، خسته بود. میگه اوداجش یعنی که رگهای گردنش، یعنی که رگهای گردنش میگه خسته بود از غضب را، از بسیار غضب کردن میگه رگهای گردنش خسته بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اینی لاعلم کلمتا، میگه رسول الله گفتن که هر آینه من کلمه ای رو میدونم، یعنی ذکر رو میدونم، لو قالها، اگر که همون ذکر رو همین مردی که رویش سرخ شده است و رگهای گردنش باد کرده است و رگهای گردنش خستگی هست، اگر همین مرد اون ذکر را، اون کلمه را بگوید، لذهب عنه ما یجد، حتما فرو می رود از اون انسان آن چیزی که حس کرده ایستاده است، آن غضبی که حالا دارد، انا همون غضبش گفت از اون انسان دور می شود. لو قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن اون ذکر، اون کلمه، اون دعا چی است که غضب انسان را از بین میبرد. گفت که لو قال، اگر که میگفت یا که اگر بگوید اون مرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا همین ذکر را بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه میبرم به الله از بدی شیطان رانده شده، وقتی همین ذکر را بکند ذهب منه ما یجد، یعنی میرود از اون انسان و دور میشود از اون انسان آن چیزی که حالا حس کرده ایستاده است، اون غضبی که حالا دارد، گفت اون غضبش از این انسان دور میشود. فقالوا له، پس این سخن را زود رساندن به اون مردی که در حالت غضب هست. پس میگه این سخن را زود به اون مرد رساندن. این النبی صلی الله علیه و سلم قال، گفت هر اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که تعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه ببر به الله از شیطانی رانده شده، یعنی بگو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این سخن رو بگو تا اینکه اون سرخی رویت و اون باد کردن و ورم کردن و خستن رگهای گردنت از تو دور شود، یعنی که شیطان از تو دور شود. زیرا اینکه وقتی که انسان غضب‌آلود می شود، سرخ می شود، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیطان در رگ و پیوند این انسان حرکت می کند. شیطان که از آتش ساخته شدگی که هست، خلق شدگی که هست، می تسپاند انسان را. انسان وقتی غضب می کند بگیم تسبش بلند می شود یا بگیم سرخ می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیطان در رگ و پیوند این در حرکت می دراید، این انسان را از عقل بیرون می کند، این انسان را از عقل بیرون می کند تا اینکه این انسان به کارهای ناشایسته چنگ بزند و دست بزند
و شیطان ملعون به مقصد خود برسد با این کاری کرده اش. پس دعایی که برای انسان غضبش را فرو بیارد، غضبش را دور کند، چی بوده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تا اینکه شیطان از تو دور شود. شیطان که دور شد پس تو آرام میگردی. این حدیثی متفق علیه می باشد. این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است که حدیثی 3282 در کتاب صحیح بخاری است و امام مسلم هم همچنین حدیث را روایت میکند. حدیثی 6646 در کتاب صحیح مسلم است و امام احمد هم همچنین حدیث را روایت میکند که حدیثی 27205 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل می باشد. پس در مسئله انسان وقتی که غضب میکند چی کار بکند؟ حالتهای زیاد بیان شدگی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما که انسان وقتی که غضب میکند چخ باشد بنشیند، اگر ششتگی باشد به پهلو بزند، اگر به پهلو باشد دراز بکشد تا اینکه خودش را کنترل بکند. یا انسان وقتی که بسیار غضب‌آلود میشه و خودش آرام کردن نمیتواند، برود طهارت بکند، رویش را بشوید، طهارت بکند، سبب فرو آمدن پس شدن غضبش میگردد. یا انسان اگر هیچ امکان پیدا نکرد اون مجلسی ده که در اون جایی که غضب‌آلود شده است اونجا را ترک کند، برآمده برود تا اینکه شیطان کارش را در حق اون مرد انجام ندهد که کاری بکند بعد از خشم و غضبش رفتن این مرد پشیمان شود از کاری کردش. پس این راههایی هست برای انسان خودش را نجات دادن از غضب و از خشم. پس این بود حدیثای در مسئله انسان باید صبور باشد و صبر کند و خشمش را دور بگرداند و صبر را پیشه بکند. این بود حدیث 22 از باب صبر و حدیث 46 از کتاب ریاض الصالحین. و بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 23 از سومین باب کتاب ریاض الصالحین که باب صبر است، حدیث 23 را میارد که حدیث 47 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. پس درس امروزمون را در اینجا به پایان میرسانیم و این حدیث 47 را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون و این بود مسئله های درباره صبر و تحمل را پیشه کردن، چی اجر و پاداش و چی نتیجه های خوبه برای انسان صابر، برای انسان صبر کننده الله سبحانه و تعالی تقدیم میگرداند. پس درس امروز را در اینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.